زمانه. ассалом бар он ки медонад муҳаббат кори мост. эҳтироми ҷовидонии ватанпиндори мост. бо тафохури ватандории худ болидаем. ассалом бар он ки медонад сухан саршори мост. салому дуруди бепоён дӯстони азиз, барномаи фарҳанги фароғатӣ мову шумост. соат ба вақти Москав 14:01 аст. имрӯз 17 декабр аст, се шанбе. خب این روز دومی آغاز هفته است. دوستان عزیز، خستگی رو فکر میکنم احساس نمیکنید چون روزهای اولین هفته است و امیدوار هستم که طبعتان خوش و بولیده است و من کوشش میکنم باز هم بولیده تر گردونم. چون همیشگی دوستان عزیز روی موج رادیو موجر مستقیما برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما رو شنیده ایستاده، همچنین در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک طریق نواری آنلاین ما رو همچنین تماشا کرده ایستاده. دوستان عزیز، برنامه چون همیشگی برنامه‌های بخشای جالب دارد، بخشای رنگارنگ دارد، بخشایی است که با چی گویم به شما پسند می آید. امیدوار هستم بخش درخواست است، سرود و ترانه‌های درخواستی است، تبریکات است، بخش سوال جواب است. چون همیشگی به نفران غالب ما چی گویم مکافات پولی هم یک مقدار مبلغی هم باشد مکافات پولی هدیه میکنیم، چون هوسمند میکنیم که همیشه خوانید و باز هم خوانید، گفتن هم بزرگان. خب دوستان عزیز، از زمین لیاز فراموش نکنید ما را همراهی کنید. بخش جالب است. نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند آماده باشید. دوستان عزیز، چی گویم آماده باشید. سوال ها دشوار نیستند چون همیشگی سوال های ساده هستند، یگان مشکلی ندارد فکر میکنم و سوال های بعضنش منطقی است، بعضنش سوال های فنی است، بعضنش بسیار سوال های عادی هستند که در یک لحظه میتونم جواب گردم. چون همیشگی من در بخش سوال جواب دوستان عزیز 30 ثانیه وقت جدا میکنم برای جواب گرداندن هر یک سوال و مبلغ مکافات پولی حتما به نفر غالب حتما تحفه میگردد. خب در آغاز برنامه چی گویم با یک سرود جذاب آغاز کنیم برنامه را تا طبعتان کمتر خوش گردد. یک جا میشنویم.
دل دیده آغاز برنامه فرنگی فراغتی ما و شماست. برنامه بهر شماست. به می خاطر ما چی گویم نام گذاشتیم ما و شما، یعنی که ما و شما شنوندگان عزیز و نفرانی که ما را میشنوید و همچنین تماشا کرده ایستادید طریق ویدیوی آنلاین نوارید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک. خب دوستان عزیز، آغاز برنامه است. تلفن ما در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410. چی گویم؟ تلفن همراهی موبیلی خود رو میگیرید، رقم های استودیو مرکزی رادیوی موجی رو برمیچینید و مستقیما به من زنگ میزنید. من این حال در استودیو مرکزی قرار دارم و در پخش مستقیم میتونم با چی گویم درخواست و پیشنهاد شما رو گوش کنم و اونها رو اجرا کنیم تا حد امکان و سرتای درخواست شما رو پخش نماییم. در این روز شاید نفرانی که زاد روز دارند میخواهید تبریک بگویید. یگان سنه فرخنده هست که میخواهید به خاطر بیارید، در یاد بیارید. چی گویم شاید هست همون لحظه هایی که خاطرمون هستند میخواهید از گفتنشان شاد میگردید شما و دوستانتان. و از همه مهم یک درود فرستادن به دوست بهترین کار هست. از همین سبب من به شما گفته ایستادم دوستان عزیز که میتوانید مستقیما زنگ بزنید و یا اینکه طریق SMS پیامک به رقم های 8967 111 56 46 8965 151 0410 همچنین در مسنجر های وایبر واتساپ ایمو میتوانید SMS پیامک خود را بفرستید و یا اینکه در کامنت شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک. در اینجا حالا که یک نفر نویسنده است، یک شنونده دائمی ما با نام بانو تاج گفته است درود به راویان و شنوندگان برنامه ما و شما. از ما منت داریم که اندکی باشد هم روح بندگان رو شاد میگردانید در نظر دارد. بله، تشکر زیاد بانو تاج که شما ما رو همیشه میشنوید، همراهی میکنید و امیدوار هستم که چون همیشگی همین گونه صدای ما رو، صدای رادیو موجی رو میشنوید و امیدوار هستیم که شما یک بار هم باشد تشریف میارید به استودیو مرکزی ما، چون ما شنوندگان دائمی خود رو دعوت میکنیم یک روز بهره چی گویم از نزدیک آشنا شدن بهره فعالیت رادیو میتونند یک روز برای خودشان انتخاب کنند و به رادیو تشریف بیارند. خب دوستان عزیز، اگر چی گویم اگر هست نامد درخواست پیشنهاد مرحمت میتوانید چطوری گفتم طریق مسنجر های وایبر واتساپ ایمو یا اینکه در کامنت فیسبوک شبکه اجتماعی فیسبوک و یوتیوب میتوانید کامنت خود را ارسال کنید. علاقه پیام هست. خب از دوستانتون یاد کنید یک لحظه هم باشد نشان دوستی حقیقی خود رو اثبات کنید که شما چگونه دوست هستید. من از خودم آغاز میکنم. با کل دوستان خودم، با کل نفرانی که مرا میشناسند و صدای مرا میشنوند و مرا همچون دوست قبول میکنند گفتنی هستم که سلام ای دوست، در هر کجایی که نباشی سرت بلند باشد، سلامت باشی، موفق باشی، از من دور خو نزدیکی، همیشه به دل من نزدیکی، در دیده و جای من دل جان من هستی و همیشه امیدوار تنصیحاتی دوستان خودم هستم. شما نیز میتوانید این سخنها را بگویید و زنگ بزنید یا اینکه طریق SMS پیامک ارسال کنید. نفرانی که امروز زادروز دارند من با صمیمیت بی اندازه با آنها گفتنی هستم که زادروزشان موفق باشند، همیشه گلی سری ثبت باشند. در اینجا بانو تاج بله نویسنده است. چرا در نظر دارند نمیدانم. بله درست است. بله کلمه بد نیست، کلمه بله. خب دوستان عزیز، اگر که چه گویم طول همین یک ساعت دو ساعته که من برنامه رو پیش میبرم، اگر توانم یک لحظه تبتون رو بریده گردانم از این من خود شاد میگردم. شما چیکار استراحت کنید، فراغت کنید، ما کار میکنیم بهره شما، لیکن ما خستگی رو احساس نمیکنیم چون شما با ما دوستانی هستید. یک سرود هست، سرود چی گویم بازخوانی شده است، سرود در مهرنگار رستم و یک سراینده دیگر جوان دیگر با نام نیکروز. همین سرود رو پخش میکنم. سرود خوب است، بسیار سرود رو نقص بازخوانی کردند با نام رقص بکن. یک جا میشنویم.
رقص بکن شور بیده رقص بکن شور بیده خرمن زلفان الله مای شبستان چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن آبیان چشمام الله آفت دوران بکن شور بیده رقص بکن شور بیده خرمن زلفان الله مای شبستان چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن آبیان چشمام الله آفت دوران کردم فراموش چرا آن شب و روز چرا آن شب و روز چرا میروی کردم فراموش چرا آن شب و روز چرا آن شب و روز چرا رقص بکن شور بیده رقص بکن شور بیده خرمن زلفان الله مای شبستان چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن چرخ بزن آبیان چشمام الله آفت دوران آبیان چشمام الله آفت دوران آبیان چشمام. خب دوستان عزیز سرود نوی بازخوان شده مهرنگار رستم و نکروز نیازف رو یکجا شنیدید با نام رقص بکن رو. این سرود رو آنها نو باز سراییدند و فکر میکنم این سرود رو شادروان احمدزایر و مبارک شانه سراییده است. دوستان عزیز در اینجا 15:59 مصرع‌های شعری روان کرده است و یک سرود درخواست کرده است. نمیدونم با کی راستی گپ، من نمیدونم با کی خطاب کرده است، مصرع‌های شعری رو نویسنده است که فقط مصرع‌های شعری نویسنده است، لیکن نگفته است حتی نامش رو، حتی نگفته است که مصرع‌های شعری رو با کی میبخشد. در اول آشنایی دیدم از تو، در آخر بی‌وفایی دیدم از تو. خودت گفتی دیگر یاری ندارم، همین شد که جدایی دیدم از تو. بسیار علم‌آور بوده است، لیکن 15:59 اگر من رو میشنوی خواهش میکنم حداقل بگوید که مصرع‌های شعری رو به کی بخشیدید. و یک سرود درخواست کرده است از یولدوز توردییوا، یک سراینده است از جمهوری ازبکستان، هم سرودهای تاجیکی میسراید هم سرودهای ازبکی میسراید، بسیار نظم میسراید. یک سرود درخواست کرده است از یولدوز توردییوا، لیکن باور کنید در همین مصرع‌های شعری شما را خواندم و در فکر فرو رفتم که با کی بخشیده باشید این مصرع‌های شعری را. 15:59 اگر ما رو میشنوی خواهش میکنم حداقل میگفتید که مصرع‌های شعری را با کی میبخشید. مصرع‌های شعری هم عجایب هستند. در اول آشنایی دیدم از تو، در آخر بی‌وفایی دیدم از تو. خودت گفتی دیگر یاری ندارم، همین شد که جدایی دیدم از تو. و فکرم نفری هست که دلش الان دارد. خب خسته نباشی اگر 15:59 مرا میشنوی، حتما من سرودی درخواست کرده شما رو میمونم. چی گویم؟ عشق است، محبت است که زندگی باز هم رنگ دیگر میگیرد. خسته نباشید، یکی اشرف دیگرش میآید. پایان شب سیاه سفید از گفتند، شما نیز با امید باشید.
و از همه مهم شما عشق و محبت صمیمی داشته باشید. نفر یافت می شود که به قدر عشق و محبت شما برسد. 1559 اگر مرا میشنوی این سخنان رو من به شما گفتم. لیکن برای شعرتان تشکر. شعر خوب فرستادید، مصرع شعر ناز فرستادید، فقط نگفتید که به کی میبخشم. سرود رو درخواست کرده است از یلدوز تردی و 1559 حتما پخش میکنیم. این فراشیق بوده است، از سخنانش معلوم است. سرود رو پخش میکنیم. بگذار بحر انمی نفر باشد. بحر 1559. خب دوستان عزیز، سرودی یلدوز تردی و با نام چی گویم رو شنیدید. سرود رو درخواست کرده بودند 1559 و 4 مصرع شعر هم فرستادن. من خوندم. شعرهای چی مصرعهای عاشقانه بود. فکر میکنم اون نفر عاشق بودند و در اینجا درودها فرستادند. آزاده بانو نویسنده است. آزاده بانو شهرنیسو حلیمова نویسنده است. السلام علیکم راوی محترم، هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی، روزتون بخیر. تشکر زیاد. اپای مهربان، روز شما نیز بخیر باشد، خسته نباشید، در هر کجای باشید در جمع یاران باشید و با صدای رادیو ماجر باشید. از همه شما تشکر میگم و به نفرانی که تازه به برنامه ما پیوستند درود میفرستم. در اینجا بانو تاج نویسنده است. از شما خواهش دارم سامان جان سرود دوستمراد الف رو در نظر دارند. به فکرم دوستمراد نویسندند. بیمان من میرم.
همین سرود رو پخش میکردید. گفته است بانو تاج در فیسبوک نویسنده است. حتما ما سرودی درخواست کرده شما رو اپای بانو تاج اگر ما رو میشنوی حتما من سرودی درخواست کرده شما رو پخش میکنم. در اینجا نظر علی زنگ شد، زنگ رو میشنویم. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. روزتون بخیر. تشکر از شما، روز بخیر باشد، خسته نباشید. موج مستقیم است برنامه ما و شما رو گوش میکنیم. من یک شنونده شما به شما زنگ میزنم و یک خواهش دارم، نمیدونم که تو چی اندازه خواهش ما اجرا میشود. کوشش میکنیم تا امکانیت داریم. من زیاد میخوام که از آوازخوان یونانی نیکوس خب یک سرانه مشهور یونانی یعنی گریتسکی اگر امکان داشته باشه سرود پخش کنید. ما ایران میبخشم با کلی مهاجرای تاجیکی ما رو در تمام گوشه و کناری روسیه میشنوند و اگر از نیکوس سرود پیدا نشد از حسن ایدر سرود شنیدن میخوام. اما من زیاد میخوام که گاه در قطار سرودای تاجیکانه سرودای خارجی هم پخش شود، چون باز هم برنامه های شما جالب و شنیدنی میشود. حتما. چرا نه؟ اسمتون رو میگفتید؟ میجگانه بانو. از شهر مسکو زنگ میزنید؟ بله از شهر مسکو. استراحت دارید، کار دارید؟ ما رو در کجا میشنوید؟ در کجا قرار دارید؟ من شما رو هر روز در کارگاه میشنم، چون گاه یعنی که من همیشه در کار بند هستید، لیکن ما رو همراهی میکنید بشنوید. دست کامپیوتر وقتی که وارد فیسبوک میشوم شما رو از اونجا آنلاین هم میبینم هم میشنوم و پرسیدن ازم استودیو شما سرد نیست؟ استودیو من؟ بله. نه خوشبختانه استودیو من گرم است، باور کنید. چرا؟ دلتان سوخت به من؟ امروز اتاق ما بسیار سرد است، چون نمیدونم کدام مشکل پیدا شده در همین گرمیدی هم چی میگن شما بطریه و گرمیدی؟ ده چنده که زنگ زدیم میبیرن از چون زنگ زدیم که آمده ببینن چی مشکل است که این سرد است اتاقا، این کابینت ها سرد است و با وجود آنه که دیگر بخاری گرمیدی هم ده هست، اما چون اتاق کلون است گرم نمیکنه. من فکر کردم به شما همیشه من سرد. نه از ما گرم است خوشبختانه، لیکن مهم دلتان گرم باشد. ما گرمی دل خودمون رو به شما ارسال میکنیم تا شما خنکی رو احساس نکنید طریق روی موج رادیو. سلامت باشید. اگر از نیکوس سرود پیدا شد حتما من دریافت میکنم از نیکوس. تشکر شما با شما. رحمت شما را. خب دوستان عزیز، این نفر 39 میجگانه بانو بودند، از شهر مسکو زنگ زدند، یک سرود درخواست کردند، یا اینکه از سراینده یونانی نیکوس یا اینکه از استاد حسن ایدر درخواست کردند. خواهش کردند اگر از نیکوس پیدا شود سرود سراینده یونانی بوده است بسیار خوب می شود و بخشیدن به کل مهاجران، به کل نفرانی که رادیو ما رو میشنوند. دوستان عزیز، من یک چیز رو گفتنی هستم که در برابر اونه که شما پخش‌های مستقیم ما رو طریق ویدیوی آنلاین نواری در فیسبوک و یوتیوب و ادنا کلاسیک تماشا میکنید، دیگر برنامه‌های ما هر روز و هر ساعت مستقیما طریق موج رادیو پخش می‌گردد. ما آنها رو در روی این نوارو نشان نمیدیم. مثلا اگر گیریم یک بخش خبری ما هر ساعت پخش می‌گردد. هر ساعت ما خبرهای تازه و تازه را پخش میکنیم، لیکن فقط در روی موج رادیو. موج رادیو ما رو چگونه دریافت میکنید؟ چون عصر 21 از تکنولوژی و پیشرفت، همه حاضر به رادیوی آنلاین موج آنلاین نواری پیوستند. رادیوهای آنلاینی در پلی مارکت از همه آسانش در پلی مارکت میدروید، با نمون حرفای کریلی میگیم، چیز میگیم، با حرفای خودمون رادیوی موجیر مینویسید و پیدا می شود. انمون رادیو موجیر در خاطرات تلفنتان اگر با زبان روسی فهمانده دهیم اسکچت کردن میمونید تلفنتان. حتما هر وقتی که میخواهید میدروید تماشا میکنید، گوش میکنید به ملال. ما کل برنامه‌مون زیاده از 90% مستقیما پخش می‌گردد. بخش خبریمون هر ساعت مستقیما پخش می‌گردد. هر ساعت بخش خبری رادیو
مهاجر مستقیما پخش می‌گردد در روی موج رادیو. لیکن ما تنها بخش خبریمان رو در فیسبوک تنها ساعت 6 بگو جنبست خبرهای روز رو میدیم و در فیسبوک خلاص. لیکن در موج رادیو ما هر ساعت خبرهای تازه به تازه مستقیما میدیم. نفرانی که نمیدونستند بدونید از پلی مارکت تلفن در آمده صحیفه رادیو موجی رو اسکچات میکنه در تلفنتون، در خاطر تلفنتون و میدارید و همه وقت میتونید ما رو گوش کنید، همراه باشید، در کجای نباشید در تلفن موبیلیتون صدا رو میمونید گوش کردن میگیرید با گوشی هایتون. خب هیچ مشکلی نیست در این مسئله، در خاطر داشته باشید ما طریق موج آنلاینی نیز در اینترنت هست، میتونید از پلی مارکت این رو اسکچات کنید. پروست امین اودیاش گیم اگر رادیو موجی می نویسید پیدا می شود و میتونید که ما رو در هر کجای باشید گوش کنید، همراهی کنید. در اینجا من خواستم یک نامه رو بخونم، یک نامه و باز مصرع‌های شعری رو. یک نفر نظرعلی نویسنده است، در ایمو نویسنده است نظرعلی، بعد در دومش نویسنده است که با 1559 با همون نفری که پیشترک مصرع‌های شعری و عاشقانه روان کرده بود نویسنده است نظرعلی که مشو غمگین کیارت بی‌وفا شد، بیرفت او با دیگر کس آشنا شد، سرت باشد در این دنیا تاقی بسیار، تو همیابی به خود یاری وفادار. نظرعلی با همون 1559 خطاب کرده همین مصرع‌های شعری را گفته است، یگان سرود درخواست نکرده است نظرعلی، لیکن این مصرع‌های شعری رو نویسنده است که با 1559 گفته است از نام نظرعلی. 1559 اگر میشنوی نظرعلی همین مصرع‌های شعری رو برای شما درخواست کرده است که ما بهراتون رسانیم. عشق باشد، عاشقی باشد، مهر باشد، وفا باشد، زندگی باز رنگ دیگر میگیرد. به همین خاطر عشقتان، عاشقیتان همیشه پایدار و وفادار باشد. همین بانو تاج یک سرود از استاد صنعت تاجیک شادروان دستمراد علیف درخواست کرده بودند. بیمان من میرم و اگر خطا نکنم تو در امان باشی، همین سرود رو درخواست کردند. همین سرود رو پخش میکنیم حضور دوستان عزیز. بعداً نامه ها هست اینجا، من دیگر نامه ها رو بعداً مطالعه میکنم، بعداً سرودهای دیگر رو، چون که چند وقت پیش بانو این سرود رو درخواست کرده است بانو توش، حتما این سرود رو یک جا میشنویم. سرود خوب است، مضمونش بلند است، با همون چی بگم یک سبک بلند سراییده است. تو در امان باشی، بیمان من میرم و تو جاویدان باشی، بیمان من سوزم و تو در امان باشی، بیمان من میرم و تو جاویدان باشی، بیمان هر لحظه چنگین و مرادی ها، رخسارم خطی آژن بگذارد، بیمان هر لحظه چنگین و مرادی ها، رخسارم خطی آژن بگذارد، بیمان عشقی تو چون زخم نهان دل، مرا هر لحظه و هر روز بازارد، بیمان عشقی تو چون زخم نهان دل، مرا هر لحظه و هر روز بازارد. و پاس این همه امید قربانی، مبادا دشمنم را یاری جان باشی،
مبادا که عزیز دیگران باشی بیمان مسازم و تو در امان باشی بیمان من میرم و تو جاویدان باشی بیمان مسازم و تو در امان باشی بیمان من میرم و تو جاویدان باشی بیمان من. خب دوستان عزیز سرود رو در اجرای شادروان دوست مراد علیف شنیدید. بیمان من سوزم و تو در امان باشه. سرود است مضمون بلند دارد. این سرود رو بانو تاج درخواست کرده بودند و ما حتما پخش کردیم برای شنونده عزیزی دائمی رادیو موجر. در اینجا دوستان عزیز در اینجا نامه ها زیاد هستند. یک نفر دیگر نویسنده است که 8761 نویسنده است که یک سرود گیسو پریشان است همون رو پخش کنید. چرا نه؟ سرود گیسو پریشان رو پخش میکنیم حتما. در اینجا بعد از اون با یک نفر دیگر نویسنده است سلام سرود چین و چین از سنگالی میرزا رو پخش میکردید. سرود چین و چین 6700 نویسنده است. خب دوستان عزیز چون بخش ترانه‌های درخواستی است، بخش سرودهای درخواستی است، بخش تبریکات است، حتما من سرودهای درخواست کرده شما رو به نوبت پخش میکنم و فراموش نکنید که بخش سوال جواب نیز در برنامه امروزه ما موجود است و آماده باشید نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند. خب در نوبت ایستاده است عین حال سرود گیسو پریشان، بعداً سرود نیکوس رو ما باید پخش کنیم که سیسی اونو میجگان بونو از شهر مسکو درخواست کردند، بعداً سرود چین و چین از سنگالی میرزا رو که 6700 درخواست کردند. خب سرود رو پخش میکنیم. سرودای خوب هستند، سرودای نغز بدیل من بار کنید درخواست کردند، سرودای پسندیده اند. اطلاعات صحیح شهر واقعه های روز. خب دوستان عزیز در اینجا چی گویم؟ اگر شما نیز میتوانید که نفرانی که میخواهند که نفرانی که میخواهند که سرود درخواست کنند و یا اینکه تبریکات شاد باشه گفته باشند حتما میتوانید که با تلفن موبایل خود با شماره 8967 111 5646 زنگ بزنید یا اینکه با شماره دیگری ما 8965 151 0410 و زنگ بزنید و چه گویم سرود خود را درخواست کنید، پیام بفرستید به دوستان تبریکات ها بگوید و بهترین کارها رو میکنید. خب عزیزان دل در اینجا من چه گویم تا دریافت کردن سرودهای درخواستی یک سرود رو نامه ها علاقه آمده ایستادن دوستان. خب در اینجا کسی چیزی نوشته است میبینیم. فرزانه ودینه و سلام علیکم، اوازتون خسته نگردد در یوتیوب نویسنده است. تشکر زیاد فرزانه بونه. اگر ما رو میشنوید به شما نیز درود میگیم. سلامت باشید، در کجای باشید موفق باشید، تنیسیت داشته باشید و همیشه با صدای رادیو مهاجر بمونید. در یوتیوب کامنت گذاشته است. خب دوستان عزیز من در اینجا یک سرودی
خسته نباشید شنوندگان عزیز. بار دیگر درود میگویم به نفرانی که تازه به برنامه ما پیوستند. روزتون بخیر و شادی باشد. از شما تشکر میگویم که با رادیو موجیر هستید. صدای ما رو میشنوید. صدای من را مستقیما در روی موج رادیو موجیر میشنوید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب طریق ویدیوی آنلاین، یعنی که نواری ما رو دیده میتوانید عین حال مستقیما. خب دوستان عزیز، چی گویم، امروز 17 دکبر است. ساعت به وقت مسکو 14:39 روز سه شنبه است. روز دوم اول هفته است. فکر میکنم در روز دوم اول هفته شما نه اونقدر خسته هستید و یک کمی هم باشد طبعتون باز هم بالیده و روح و قویتون مستحکمتر است. و نفرانی که در اینجا نامه ها درخواست کردن، صورتهای درخواستی نویساندن، حتما من صورتهای شما رو پخش میکنم. و نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند، دوستان عزیز آماده باشید. در بخش سوال جواب حتما میتوانید شرکت کنید. و یک بار میخواستم قاعده های بخش سوال جواب رو تکرار کنم. دوستان عزیز، نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند، من 3 سوال پیشنهاد میکنم. برای جواب گردانیدن هر سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم و در دوام 30 ثانیه باید که جواب درست باشد. در دوام 30 ثانیه میتونید کمک بگیرید از نزدیکان دوستانتون، سر بزنید به اینترنت. این فقط حق شماست در دوام 30 ثانیه. و در دوام 30 ثانیه اگر به 3 سوال ما به هر یک جواب 30 ثانیه ما جدا میکنیم. اگر جوابی درست گردانیدید، شما الکی مبلغ 300 روبل رو برد کرده حسابیده شده اید. اگر خواهشتون باشد به سوال چهارم ما جواب میدهید، یعنی که بخش سوال جواب رو ادامه میدهید. اگر خواهشتون نباشد، شما از ادامه بخش سوال جواب دست میکشید و با 3 سوالی که جواب گردانیدید مبلغ 300 روبل رو میگیرید. اگر خواهید که بخش سوال جواب رو ادامه دهید، سوال چهارم رو پیشنهاد میکنم و جواب سوال چهارم 200 روبل است، یعنی که در عموم می شود 500 روبل. یعنی که اگر به سوال چهارم ما جواب گردانیدید 500 روبل رو برد میکنید. اگر جواب نگردانیدید متاسفانه مبلغتان میسوزد، لیکن من امیدوار هستم که شما جواب میگردانید، چون من باز بینید به سوال ها نظر میکنم. باور کنید بسیار سوال های ساده هستند. من خودم انتخاب میکنم سوال ها رو همین گونه ساده انتخاب میکنم. بگذار که ساده باشند و مفهوم باشند. چرا نه؟ گپ در پولش نیست، گپ در مبلغش نیست، گپ در اون است که شوقمند باشند بچه‌ها، باز هم به خاطر بیارند دوران مکتب خانه رو، باز هم آماده باشند به هر گونه نمین سوال‌های گوناگون از فن‌های گوناگون. سوال‌های منطقی هم هست، سوال‌های فنی هم هست، سوال‌هایی هست که مثال عادی هستند. آنها رو شما در مکتب خوندید، در رادیو شنیدید، در تلویزیون دیدید، نمیدونم یگان از نفر دیگری شنیدید. من سوالایی هستند که سوالای آزاد هستند، سوالای عادی هستند. امیدوار هستم که هر یک شما اینها رو میدونید. و دوستان عزیز، در اینجا نامه هست از نیکوس. یک نفر شنونده ما با نام میجگون سیسی اونو از مسکو زنگ زده بودند. از نیکوس یک سراینده یونانی گفتن. من سرودش رو دریافت کردم. یک سرود از نیکوس میشنوید. بیایید راستیگه من این سراینده رو نشنویدم. یگان مرتبه بیایید یک جای گوش میکنیم نیکوس چگونه سرود میخوانده باشد. خب این سرود رو میجگان بانو از شهر مسکو زنگ زدن، درخواست کردن و به کل موجران و به کل شنوندگان رادیو موجر بخشیدند. خب دوستان عزیز گوش میکنیم. من نیز راستیگه یکم مرتبه از نیکوس رو گوش میکنم. یک جا گوش میکنیم.
خب عزیزان خسته نباشید. سرود چی گویم نیکوس رو شما شنیدید. این سرود رو میجگانه 39 از شهر مسکو زنگ زده درخواست کردند و به کلی شنوندگان رادیو موجود بخشیدند. یک نفر که سرود سنگالی میرزا چین رو درخواست کرده بود. این سرود رو نیز من آماده کردم و پیش از اون که پخش کنم یک نامه دیگر آمده است. نظرعلی باز به ما مصرع شعری فرستاده است. چون که پیشتر همین نفر به 1559 مصرع شعری فرستاده بودند، گفتند برای 1559 باز نامه آمد. خلاصا نظرعلی نویسنده است که میرسد روز مرا یادم کنه، هر کجا بنشسته فریادم کنه، با 2-3 بیتی که گفتم بهر تو هر زمان خانه و شادم کنه. این دفعه نظرعلی نگفته است که این مصرع شعری رو به کی بخشیده است. خب چی گویم، بسیار این نفر عاشق بوده است. نمیدونم یک چند مصرع شعری روان کردند به 1559 بخشیده بودند و این لحظه مصرع شعری رو ارسال کردند و خواهش کردند که من خوانم، لیکن نگفتند به کی بخشیده باشند. نظرعلی در ایمو اگر مرا میشنوی چی گویم، اگر ما رو میشنوی مصرع شعریت بد نه، تشکر از اونی که ما رو شنیده ایستاده همراهی میکنی، باز هم بخش ما رو جالبتر گردانده ایستاده با مصرع شعریت، لیکن یقین میدونم که کسی هستی عاشق هستی، باور کنید. خب 6700 گفته است از سنگالی میرزا سرود چین. حتما همین سرود رو من در نوبت موندم این حال پخش میکنم، لیکن اینجا نامه دیگر هست، همین میخوام نامه رو یک بار از نظر گذرانم که چی نویسنده است. خب میبینیم این حال. خب دوستان عزیز، تلفن ما در استودیو فعال است، فراموش نکنید. از 8967 111 56 46 8965 151 0410. یک نفر 0790 نویسنده است که سلام، از عبدالرحمن حکیمزاد سرود پخش کنید اگر امکان داشته باشید. به همه غریبان سلام میرسونم. خب 0790 من حتما درخواست شما رو به نوبت میگیرم، نوشته میکنم اینجا از عبدالرحمن حکیمزاد. 0790 میخواهد از عبدالرحمن حکیمزاد یک سرود پخش کنیم. حتما ما شنوندگان عزیز سرودهایی که شما درخواست میکنید حتما ما کوشش میکنیم که از خزینه همون اونها رو جستجو کنیم و حتما پخش کنیم. چرا نه؟ تا جای امکان داریم از آن ده هم بسیارتر کوشش میکنیم که یگان نفره شما دلتان غمگین نشود که سرودی درخواست کرده شما رو ما پخش نکنیم. حتما ما کوشش میکنیم که پخش کنیم. خب سرود رو از سنگالی میرزا میشنویم، سرود چین. این سرود رو 6700 در واتساپ نویسنده است، از من خواهش کرده است که درخواست کرده است که این سرود رو پخش کنیم. حتما سرود رو پخش میکنم. مرحمت 6700 اگر میشنوی سرود برای خودت است، گوش کن.
محیط پرچین و چین چین و چین و چین و چین خدی دلا چین و چین چین و چین و چین و چین زلفی دقم چین و چین شود آی افتاد و غریبی و بکت بنده شود او چرخ و فلک و گردد و آید به وطن او چرخ و فلک و گردد و آید به وطن آی مرده سر سال از این زنده شود چین و چین و چین و چین خدی دلا چین و چین چین و چین و چین و چین محیط پرچین و چین چین و چین و چین و چین خدی دلا چین و چین او چین و چین و چین و چین زلفی دقم چین و چین در بیابان ناله کردم گرمنی گل درگیریم ای بیا نامی نکویم شنگ و کافی سرگیر در بیابان ناله کردم هیچ کس یادم نکرد در قفا جان دادم سیاد آزادم نکرد چین و چین و چین و چین خلی دلا چین و چین چین و چین و چین و چین محیط پرچین و چین چین و چین و چین و چین خلی دلا. خب شنوندگان عزیز، سرودی سنگالی میرزا چین و چین رو شنیدید. این سرود رو درخواست کرده بود 6700. در شبکه فیسبوکی ما چند پیش یک شنونده دیگری ما با نام باباجان حکیموف نویسنده است. سلام علیکم، یک سرود از باباجان امان‌الله. علیکم سلام. حتما سرود درخواست کرده شما رو ما پخش میکنیم. شنونده عزیز، در اینجا بانو تاج نویسنده است مبادا مصرع‌های شعری آنها به همدیگر تعلق داشته باشند. من راستی گپ نفهمیدم بانو تاج چی رو در نظر دارد. کدام مصرع‌های شعری رو با هم دیگر تعلق داشته باشد نمیدونم راستی گپ منظورشون چیست. در اینجا چنو نگفتم باباجان حکیموف یک سرود درخواست کرده است از باباجان امان‌الله. در کامنت فیسبوک ما نویسنده است. یک شنونده دیگر با رقم اخیر تلفنش 0790 از عبدالرحمن حکیم زاد سرود درخواست کرده است. خب شنوندگان عزیز، حتما ما این درخواست شما رو بین و بعد میگیریم. چرا نش ما نیست شنونده ما هستند، آنها نیز سرونده هستند. حتما سرود درخواست کردهتون رو پخش میکنیم. خب یک جا میشنویم باباجان امان‌الله رو. سرود رو درخواست کرده است باباجان حکیموف، در شبکه فیسبوک نویسنده است، از ما درخواست کرده است. خب سرود رو میشنویم. آشنایت میرود نام داشته است. آشنامد چون ادا شد آشنایت می رود، از نوا چون باز ماندی هم نوایت می رود. آشنامد چون ادا شد آشنایت می رود، از نوا چون باز ماندی هم نوایت می رود. روی از دست چون دستت بیماند بی عمل، پایت از راه باز ماند ردی پایت می رود.
داوری خلق میزانه ندارد یک میزاج، یک بدی کردی تمامی نیکی هایت میرود، یک بدی کردی تمامی نیکی هایت میرود. داری دنیا میخورد دارو ندارد را همه، آهو افسوس و ندامت از قفایت میرود، پیش صف باشی هزاران صف درن بازی تویم، چون زی صف بیرون بیافتادی صفایت میرود، پیش صف باشی هزاران صف درن بازی تویم، چون زی صف بیرون بیافتادی صفایت میرود. گر خدایی خیش باشی پشتبانی تو خداست، چون زی خود رفتی زی سر لطفی خدایت میرود، چون زی خود رفتی زی سر. خب دوستان فکر میکنم خسته نشده اید و سرودتون رو پای هم پخش کرده ایستادم که چی گم رقص کنید، بچرخید و غم و غصه ها رو از دل دور کنید. خب سرود نوبتی از عبدالرحمن حکیمزاد 0790 در واتساپ نویسنده خواهش کرده است. 0790 اگر مرا میشنوی من سرود درخواست کرده شما رو عین حال پخش میکنم، مرحمت گوش کنید. دوستان عزیز خسته نباشید، باز هم برنامه رنگین تر میگردد با سرودهای رنگ و رنگ و آهسته آهسته نزدیک میشویم به بخش سوال جواب. نفرانی که میخواهند در بخش سوال جواب شرکت کنند آماده باشید. خب سرود 0790 درخواست کرده است، حتما همین سرود رو پخش کنیم تا شنونده رو افتاده نشوند، دلشون غمگین نشود. یک جا سرود رو گوش میکنیم، چرا نه؟ بالای خاطره های گذشته‌ام، نقش زیادی روی تو تصویر کرده‌ام، یک لحظه به خیال تو عمرم بسر نشد، من عمری خویش در هوست پیر کرده‌ام، یک لحظه به خیال تو عمرم بسر نشد، من عمری خویش در هوست پیر کرده‌ام. ساحل نشسته‌ام با این امید که باز بگیرم
بگیرم تو را به شست، دو دست بر سرم لبی ساحل نشسته‌ام، با این امید که باز بگیرم تو را به شست. جدایی ما روزی واپسین، غیری من و خدا و تو دیگر کسی نبود. در لابلای خاطره های گذشته‌ام، نقش زیادی روی تو تصویر کرده‌ام، یک لحظه به خیال تو عمرم بسر نشد. من عمری خیش در هوست پیر کرده‌ام، من عمری خیش در هوست پیر کرده‌ام. خب دوستان عزیز، سرودی درخواست رو گوش کردید و ساعت به وقت مسکو 15:03 دقیقه است. آهسته آهسته نزدیک میشویم به بخش سوال جواب. یک لحظه به بیرون نظر کردم، باور میکنید یک رقم برف زده است که برف دانه دانه سفید. نمیدونم شما در کجا قرار دارید دوستان و وضع هوای شما چگونه است. در آن جایی که من قرار دارم برف باریده ایستاده است، یعنی که در مسکو. و مصرع شعری به خاطرم آمد که برف میبارد با فرمان خدا، برفی نو از ما و برفی از شما. یک ضیافت از شما دارم امید، صندلی را گرم سازید از علو. شیر برنج و شوله و آش پلو، نانهای کنجدین قبه‌دار، سیب و انگور و دلفروز و انار، حافظ خوشخوان و تنبور و دوتار، نای و غیجک جوره های بیغبار، رسته و لفظ و مربای و نبات، پیسته و بادام و قند و قندلات، چارمغز و توتمویز سایگی، بهر ما تیار کن از جورگی. همون صندلینی چی گویم در دهات بود و گرم میکردیم. راستی که من یک چند بار مهمون شدم و دیدم بسیار چیزی نغز است، پایهایت گرم میشد، حتی من طاقت کردن نتوانستم. یا در مراتب اول و دوم راستی نه اونقدر به من پسند آمد، لیکن خوب است در دهات برای گرم شدن. بسیار چیزی نغز است لیکن من طاقت کردن نتوانستم. نمیدونم 2 مرتبه یا اینکه 3 مرتبه در زمستان مهمان شدم و همین حالت رو دیدم. من توانش رو نداشتم که همین گونه بشینی به حضور، لیکن در درون گرمی یک نمیدونم یک وضعیتی برای من دیگرگونه بود. خب دوستان عزیز، کی در همین گونه صندلی ها نشسته است؟ صندلی ها یاد دارم یک صندلی بود که بالایش همون یک میز گذاشته شده بود، خوراکا و با یک چی میگن یک داکه میگیم، یک چیز میگیم به همون پوشانده بود و به نهایت گرم بود. من از همین خاطر نتوانستم نشسته پای هم رو با اون صندلی درست کرده و دیدم همین برف رو به خاطر اومدم اون روزا مصرع‌های شعری و همون روزای صندلی که من مهمان بودم 2-3 مرتبه که صندلی رو دیدم. خب دوستان عزیز، وقتی که نزدیک شده ایستاده است برای بخش سوال جواب و نفرانی که هستند که در بخش سوال جواب شرکت کنند آماده باشید. دوستان عزیز، یک نامه دیگر است، من امیر رو خوانم و بخش سوال جواب رو شروع میکنیم. در اینجا 1281 نویسنده است که سیدبانو زادروز دارند، بر روز زادروزشون تبریک میکنم و یک سرود شما از دل خودتان مونید. نویسنده است 1281 سیدبانو رو بر روز زادروزش تبریک گفته است و من گفتنی هستم که اکنت خورشید بختت نورفشانی، به کام دل برس
дар зиндагонӣ. Чу дӯстонат бигуфт бо меҳрубонӣ, умедам ҳастӣ хушбахте бимонӣ. 1281 гуфтааст ки як суруд ба дили худатон монед. Як суруд ба дили ман, як суруд, як суруд. Чӣ сурудро монам ба дили ман? Баҳри Сайдабону. биёед як суруди шури ҷавонӣ мемонем. Чаро не? як суруд мемонем бирақсанд, шодӣ кунанд. имрӯз зоду рӯз доштааст. Сайдабону агар моро мешнавӣ, ҳамеша хушбахт бошӣ, толеи зиндагӣ насибат бошад, умри пурбаракат ва файзбор бибинӣ, ҳамеша дар ҷамъи дӯстон бо эҳтиром бошӣ ва ҳамин гуна мисли 1281 дӯстонат зуд дар хотират бошанду хотири анами дӯстонат бошӣ. 1281 Сайдабону ба шумо зоду рӯзатонро муборак гуфтааст, нишони дӯстӣ беҳтарин аст. ва як суруд ба дили худатон гуфтааст. ман як суруд ба дили худам пайдо кардам, ҳамин сурудро мемонам. умедвор ҳастам ки ба Сайдабону ва 1281 мақбул мешавад. як нафар занг мезанад, мешунавем. алло, салом алейкум. Алло, Здравствуйте. здравствуйте. Ва алейкум салом. Как дела? Нормально, у вас как? Спасибо, хорошо. Я вам звоню из Москвы. Хочу передать большой салам алейкум. Алейкум салам. Чечни. Меня зовут Элина. Извините, вас как зовут? Элина. Элина. Да. Откуда звоните? Из Москвы? Я с Чечни, из Грозного. Естественно. Ага. Хочу Я слушаю передать вас. всему таджикскому народу большой салам алейкум. И желаем процветания и всех благ. Спасибо вам. И что желаете? Может, какую-то песню? Ну, я хотела песню чеченскую, но у вас, наверное, ее нету. Зачем? Вы скажите, мы найдем. Найдете? Ну, Да. давайте. Постараемся. Маска Сагаипова «Ласточка». Еще раз, извините. Маска Сагаипова «Ласточка» песня. Хорошо, я записал. Маска Сагитова. Ласточка, да? Скорее всего, мы всегда слышим ваше радио. Мы тогда... Нет, мы слушаем ваше радио, поэтому я вам позвонила. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо. Желаю вам удачи в вашей работе. Дай Бог вам здоровья. Всего самого хорошего. И вам тоже. Спасибо. дӯстони азиз, як нафар бо номи агар хато накунам Элина занг заданд аз шаҳри Грозни, ҷумҳурии Чеченистон гуфтанд ва як суруд аз Маска Сагитова «Ласточка» дархост карданд. ман ҳатман сурудро ҷустуҷӯ мекунам ва мо сухан гуфта истода будем дар бораи зодурӯзи Сайдабону. хуб, 1281 зодурӯзи Сайдабонуро табрик гуфтааст ва суруд дархост кардааст. гуфтааст бо таби дили худатон. ҳатман ман суруди дархост кардаи ба таби дили худамро пахш мекунам баҳри зодурӯзи Сайдабону ва ба Элина Бону ташаккури зиёд мегӯем ки аз ҷумҳурии Чеченистон ба мо занг заданд ва ба кулли тоҷикону тоҷикистониён салому дуруди худро фиристоданд. ман низ аз номи кулли тоҷикону ҳамватанону ҳамзабонони خودمان با این بانو تشکر میگویم و درود خود رو میفرستم و از اون نفرانی که شدم که ما رو میشنوند گوش میکنند و سرودی درخواست کرده این نفر رو من حتما جستجو میکنم و پخش میکنم. خب 1281
بالليل بكيتي وفي جرة الأوهام جريتي ظنك صاب وما درتي لها اليوم حساب ساب 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 ببغى الله الخاين سدي لعاد تحني لا تودي قلبي ذاب مجافيني من غير اسباب ساب 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 اوكي دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصوب عذاب يا عين اوكي ليتس جو. خب عزیزان دل و دیده یک سرود رو پخش کردم 1281 ولی خطا نکنم 1281 بودند. سیدابانو رو تبریک گفتند و به تب دل من گفته سرود مونید، یعنی که مرا در نظر داشتن که به تب دل شما سرود پخش کنید و بخشیدند به سیدابانو. امیدوار هستم که پسندشان آمد چون سرودی دوست داشته من است. و در اینجا بعد از اون یک نفر با نام الینا بونو از جمهوری چچنستان از شهر گروزنی زنگ زدند و کل تاجیکان و تاجیکستانیان سلام و درود فرستادند و یک سرود درخواست کردند. راستیگپ از سگیت و مسکا مسل راستیگپ من دریافت نکردم همین سراینده را، لیکن بهرش یک سرود دیگر جستجو کردم. فکر میکنم با زبان خودشون است، فکر میکنم مقبولشون میشود. چرا نه؟ چون نمون که استاد میرزا ترسونزاده گفته است که دوست باید گرم در آغوش گیر رسم خوب تاجیکان را گم نکن. بهرش همین سرود را میبخشیم. در اینجا در شبکه اجتماعی فیسبوک بانو تاج نویسنده است با این مصرع‌های شعریتان دهات و زمستان دهات را به یادم میآورد دوره کودکی. این همون شعرهایی که من صندلی نگفتم و بای خواندم، همون شعرهای پیشین رو به خاطر هم آورده است، گفته است در نظر گرفته است. خب این سرود رو برای باز یک نامه دیگر آمد. سرود را برای همون مهمانی که در برنامه ما زنگ زدند از شهر گروزنی از جمهوری چچنستان با نام الینا بونو میبخشیم و همیشه سربلند باشند، موفق باشند، تنشان درد را نبیند. همین سرود را از نام تاجیک و تاجیکستانیان به زبان خودشان است، سرود خودشان است، براشان میبخشیم. گوش میکنیم. راستیگه منم مضمونش رو نمیفهمم، لیکن به خاطر انمون مهمان گفته، همون کسی که زنگ زد و به تاجیک و تاجیکستانیان درود فرستاد، من از در جواب میخوام که یک نیکی شود، یک سرود رو با زبان خودشان پخش کنیم که یک لذت برد. سرود رو گوش میکنیم. شاید کسی معنایش رو فهمد، درستی من نمیفهمم. سخير لا إذا إرنا احقنا
خير بو ألا خيتر صحونا قونا خيزر أو كيتشن قد حيجر زيلك إيشش ليلك عباركش تسحيجر تخير لا إذا إرنا احكينا أساسينا مصو أكر لا ديانا خستم بو أسفي دالا أحشي قيس ألا ستغنى سمو دالا مصو أكر لا ديانا خستم بو أسفي دالا أحشي قيس ألا أسكر لا إلي ألا خسته نباشد عزیزان دل دیده یک سرود رو با چی گویم در اجرای یعنی که با زبان چچنی پخش کردیم. یک نفر از شهر گروزنی جمهوری چچنستان زنگ زدند با نام الینا بونو و بعد تاجیک و تاجیکستانیان درود فرستادند و به می خاطر من بهرشون همین سرود رو تقدیم کردم. همچون رسم خوبی تاجیکان رو گم نکن گفته. در اینجا 15:05 زنگ میزند میشنویم. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. مرا میشنوید؟ علیکم سلام. خسته نباشید. برنامه رادیو مهاجر است. رادیو مهاجر برنامه مستقیم ما و شماست. در روی موج مستقیم شما قرار دارید. من سامان شما را گوش میکنم. شما خودتان را معرفی میکردید. خب من فردوس هستم، از شهر کزان زنگ میزنم. شاید شناسید. میشناسم شما را فردوس. خب درس‌ها چگونه هستند؟ خوب هستید؟ تحصیل چگونه است؟ بله پیش میرود. خب فکر میکنم با موفقیت پیش میرود. با دل پر بگوید با موفقیت پیش میرود. امیدوار هستم که با بهای خوب و علا میخونید. خب فردوس چی خواهش چی گفتنی دارید؟ خب با همه جان سلام گرمی خود را میرساندم و میخواستم در برنامه سوال و جواب شروع کنیم اگر امکانیت باشد. چرا نه؟ در بخش سوال جواب حتما چرا نه؟ اگر خواهشتان باشد مرحمت اشتراک کنید. میخواهید در بخش سوال جواب شرکت کنید؟ بله. از شما آغاز کنیم؟ خوب میشود. خوب میشود. آماده باشید چرا نه از شما آغاز میکنیم. خب فردوس به خاطر بیارید کدام سال مکتب میانه را ختم کردید اگر مخفی نباشد؟ کدام سال؟ سال 2015 مکتب میانه را ختم کردیم. 2015؟ بله. اگر خطا نکنم 1997 سن سالتون؟ بله. خب آماده باشید. آماده که باشید من به شما سوال پیشنهاد میکنم. چون در بخشای سوال جواب فردوس شما شرکت کرده اید قاعده بخش رو میدونید که من چند ثانیه وقت جدا میکنم برای جواب کردن. لیکن بعضا سوالایی هست که بی وقت، لیکن کدام سوالی که باشد که بی وقت من حتما شما رو آگاه میکنم که در اینجا وقت داده نمیشود. این حال من به شما سوالی وقت دار پیشنهاد میکنم. خب اولین پرزیدنت امریکا کی بود؟ 30 ثانیه وقت دارید. بعد از 30 ثانیه من به شما واریانت رو پیشنهاد میکنم. فکر کنید اولین پرزیدنت امریکا کی بود؟ وقت رفته ایستاده است. کمک بگیرید از دوستان و نزدیکانتان. میتوانید فقط در دایره 30 ثانیه. من به شما بعدا 4 واریانت رو پیشنهاد میکنم، یکش رو انتخاب میکنید شما. خب فردوس وقت به آخر رسید. من واریانت رو پیشنهاد میکنم شما جواب گردونید. یکم جیمی کارتر، دوم جونز آدم، سوم جورج واشنگتن، چهارم جیمز مونرو. اولین پرزیدنت امریکا کی بود؟ جیمی کارتر، جونز آدامز، جورج واشنگتن، جیمز مونرو. جواب شما؟ جواب سوم انتخاب میکنیم جورج واشنگتن باید باشد. مطمئن هستید؟ بله. بارم جای شنیدم. شاید جونز آدامز. نه نشنیدم. جورج واشنگتن رو شنیدم که اولین پرزیدنت امریکا بود.
شاید همین باشد اگر خدمت. جواب شما جوابتون رو فکرتون رو تغییر میکنید یا نه؟ نه همین است. رفت و خطا کردید فردوس. رفت و خطا کردی. خطا کردیم باز شنونده هستم باز. سوختیم. برنامه رو فکر کنم. خب فردوس جواب شما یعنی که جورج واشنگتن درست؟ بله. خب جواب رو قبول میکنم. جواب شما خوشبختانه درست است. خسته نباشید جواب شما درست است. انا میخیل به سوال ها درست جواب گردانید. جواب شما پره بود درست بود. بله اولین پرزیدنت امریکا جورج واشنگتن آغاز فعالیتش 30 ایون اپریل سال 1789 تا 4 مارس سال 1797. خب اگر آماده باشید من سوال دوم را دهم. کدام کلوب فوتبال جهانی امسال 120 ساله شد؟ وقت رفت. 30 ثانیه وقت دارید. فوتبال رو دوست می‌دارید؟ من نمیپرسم شما مخلص کدام دستید؟ فقط چمپیونات جهانی 4 سال بعد تماشا کنید. چرا؟ کدام فوتبال کلوب جهانی امسال 120 ساله شد؟ وقت به انجام رسید. جواب شما کدام فوتبال کلوب جهانی امسال 120 ساله شد؟ جواب شما فردوس. وریانت ندارد. متاسفانه وریانت ندارد. منچستر یونایتد باشه. جواب رو نقص فکر کنید. 120 ساله شد. کدام کلوب فوتبال جهانی امسال 120 ساله شد؟ جواب شما. از این زیاد منتظر شدن نمیتوانم فردوس. منچستر یونایتد. جواب شما. قبول کنم؟ خب جواب شما را قبول میکنم لیکن متاسفانه جوابتون درست است. فردوس جوابت نادرست است باور کن. اگر بخش سوال جواب را گوش کنی ادامه دهی حتما جوابش را دریافت میکنی. فردوس برای زنگتون تشکر. اگر یگان گفتنی درخواستی دارید من شما را گوش میکنم. اگر یگان درخواست گفتنی دارید مرحمت. اگر باشد نشنیدم. یک بار دیگر. یک سرود از دلاور زهریان درباره از دلاور زهریان؟ دلاور زهریان گفتید شما؟ بله. سرود مادر با کی میبخشید؟ با مادران؟ خب برای زنگتون تشکر فردوس. سلامت باشید. میتوانید در بخش‌های دیگر ما رو همراهی کنید. شما نیست. خب دوستان عزیز این نفر فردوس بودند. 1505. یک زنگ دیگر است. کدام نفر باز میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند؟ چرا نه مرحمت. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. صدای من رو میشنوید؟ خب خسته نباشید. بخش سوال جواب از برنامه فرنگی فراغتی ما و شما مستقیما شما در روی موج رادیو قرار دارید. خود رو معرفی میکردید. من شادان هستم از شهر پنجکین. شادان چه خیلی شما؟ من شما را شناختم. خوب. درس خوبان؟ خوبان. از درس نمیگریزی؟ نه. عموما نمیگریزم از. یگان بارم نشده است؟ نه یگان بار نشده. اگر گپ بین خودمون چی؟ باور کنید یگان بار نشده. بسیار خوب اگر نشده باشد. همینش خوب است. فعال باشید در درس ها. خب میخواهید در بخش سوال جواب شرکت کنید؟ خب در بخش سوال جواب اگر شرکت کردن خواهید مرحمت آماده باشید. من به شما سوال میدم.
мисраҳои шеъриро ман мехонам. 4 мисра аст. 2 мисраашро мехонам, 2 мисраи дигарашро шумо давом медиҳед ва баъдан мегӯед ки ба қаламе ки тааллуқ дорад. бисёр мисраҳои шеърӣ шинохта ҳастанд. Ман 2 мисраашро мегӯям, шумо зуд аз давоми ман 2 мисраи дигарро идома медиҳед ва фақат муаллифашро мегӯед ки ки аст, яъне ки ба қаламе ки тааллуқ дорад. омода ҳастед? гӯш кунед. бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст. бо дӯст набоядам дигар бор нишаст. давомаш. бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст. бо дӯст набоядам дигар бор нишаст. парҳез аз он шакар ки бо заҳр омех, бигрез аз он магар ки бар мор нишаст. хоб тамом диҳамми кифоят ба қаламе ки тааллуқ дорад фақат гӯед. абдулғани ибн сино. ҷавоби шумо дуруст аст. саломат бошед ва шодон. шумо ба саволи якуми мо ҷавоби дуруст додед ва омода шавед ба саволи дуюм. кадом фанро бештар дӯст медоред шодон? кадом? физика. мутаассифона имрӯз дар саволҳои мо аз фани физика нест. хоб омода бошед, ман ба шумо як саволи дигар медиҳам. хуб ки физика нест ки шумо физикаро нағз медонед. биёед шуморо аз дигар фанҳо месанҷем. хуб ман як савол медиҳам. як давлатро ном мегирам, ба шумо вақт намедиҳам. ном мегирам давлатро ва 4 вариантро шаҳрҳоро мегӯям. фақат аз ҳамин 4 вариант мегӯед ки кадом шаҳраш пойтахти ҳамин давлат аст. вақт ҷудо намешавад. вақт ҷудо намешавад. ман номи давлатро мегирам, 4 вариантро хондам, халос кардам, яъне ки гуфтам, шумо мегӯед ки анамин шаҳраш пойтахти ҳамин давлат аст. шунидед маро? хоб, омода бошед. пойтахти давлати Украина. якум шаҳри Харков, дуюм шаҳри Минск, сеюм шаҳри Ереван, чорум шаҳри Киев. ҷавоби шумо? шаҳри Киев. шаҳри Киев? Киев. может шояд Харков бошад, шояд Минск бошад. ман инро аз фани география шунида будам. Киев пойтахти Украина. мутмаин ҳастед? ҷавобро қабул мекунам. бале, ҷавоби шумо дуруст аст. ба саволи дуюм низ шумо ҷавоб додед. хоб, ба саволи сеюм омода бошед. саволи якуму дуюм содатар буданд. хоб, ба саволи сеюм омода бошед. шодон, шодон, шодон. исматон бисёр зебост. хоб, кадом саволро ман ба шумо пешниҳод кунам? хоб, омода бошед. аз фани асосҳои давлат ва ҳуқуқ як савол медиҳам. шодон, омода ҳастед? кадом солҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст? агар рӯзашро надонед, солашро бигӯед. 30 сония вақт рафта истодааст. вақт рафт. бале, вақт рафт. 30 сония вақт доред. 25 сония дигар монд. кадом солҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст? вақт рафта истодааст. метавонед аз дӯстону наздиконатон кӯмак бигиред фақат дар доираи 30 сония. ин саволи сеюм аст ба шумо. агар ба саволи сеюм ҷавоб гардонидед, шумо аллакай муваффақ шудед дар бахши саволу ҷавоб. хоб, вақт ба анҷом расид. шодон, ҷавоби шуморо интизорем. кадом солҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст? ҷавоби шумо? вариант надорад. вариант надорад. чанд маротиба ба Конститутсия кадом солҳо тағйиру иловаҳо ворид шудааст? солашро агар гӯедам, рӯзаш муҳим нест. агар солашро гӯед, қабул мекунам. солҳои охиро маротиба 2016 буд, 2003 1999 буд. 1999? 2003 2016 سه مراتب تغییرات ilova وارد شد. آخرانش 2016. اولینش 1999. فکر میکنم خطا است فکرتون، نه؟ یا اینکه شما مطمئن هستید؟ جواب اخیران شما.
1992 2003 2016. جواب را قبول کنم؟ بله خط قبول کنید. اگر غلط باشد هیچ گنده با دیگر شنوندگان بگیرن. خب جواب را قبول میکنم. جواب شما میدونید که درست است. شما مطمئن بودید؟ جوابتان درست است. بله، کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که 6 نوامبر سال 1994 در رای پرسی عمومی خلقی قبول کرده شده است، با آن 3 مرتبه تغییر لایحه‌ها برای رای پرسی عمومی خلقی تغییر لایحه‌ها وارد کرده شده است. این 26 سپتامبر سال 1999، 22 ایون سال 2003 و 22 می سال 2016. جواب شما درست است شدان. شما با 3 سوال جواب درست گردانیدید. مبلغ 300 روبل را برد کردید. می توانید که مبلغ 300 روبل را گیرید و از ادامه بازی دست کشید. اگر خواهشتان باشد می توانید که با سوال چهارم جواب گردانید و مبلغ 500 روبل را برد کنید. لیکن اگر با سوال چهارم ما جواب غلط گردانیدید، مبلغتان کلا می سوزد. آماده باشید. میخوام در سوال چهارم یعنی که قرار قبول کردید الکی. با سوال چهارم جواب میگردونید. بله. خوفش رو میدونید که اگر جواب گردوندن نتونستید یا اینکه جوابی غلط گردونیدید، مبلغتون کلا میسوزد. باقی نیست. باقی نباشد. آماده باشید. شعر کمتر درازتر است. من فقط 4 مصرع یا اینکه 5 مصرع یا اینکه 6 مصرع، 4 یا اینکه 6 مصرعش رو میخونم. 30 ثانیه وقت جدا میکنم. بعد از 30 ثانیه 4 واریانت رو پیشنهاد میکنم. یکیش رو زود انتخاب میکنی. با سوال چهارم باید زود جواب گردونید. خب، نگاه مست تو خون دل احباب خورد، تیغ بیداد تو از فرق اجل آب خورد. از جهان گم شده مهر پدر و فرزنده، ورنه رستم چی باعث سر سهراب خورد. 30 ثانیه وقت رفت. من فقط 4 مصرعش رو خوندم. 30 ثانیه وقت رفت. بعد از 30 ثانیه واریانت رو پیشنهاد میکنم. 4 واریانت هست. فقط میگوید که شعر، مصرع شعری با قلم کدامی از این شاعران اگر کلاسیک هستند با کدامی از اینها تعلق دارند مصرع شعری. خب چند ثانیه دیگر؟ 10 ثانیه دیگر مونده است. فکر کنید. وقت به انجام رسید. نگاه مست تو خون دل احباب خورد، تیغ بیداد تو از فرق اجل آب خورد. از جهان گم شده مهر پدر و فرزنده، ورنه رستم بچه باعث سر سهراب خورد. یکم ابو عبدالله رودکی، دوم ابوالقاسم فردوسی، سوم سیدای نصفی، چهارم عبدالرحمن جامی. جواب شما؟ سیدای نصفی و فکرم. یکم ابو عبدالله رودکی، دوم ابوالقاسم فردوسی، سوم سیدای نصفی، چهارم عبدالرحمن جامی. نقص فکر کنید. مصرع چهارم شعر که یعنی که مصرع چهارمش ورنه رستم بچی باعث سر سهراب خورد. این مصرع چهارمش است. خطاب میکنم. ورنه رستم بچی باعث سر سهراب خورد. یکم ابو عبدالله رودکی، دوم ابوالقاسم فردوسی، سوم سیدای نصفی، چهارم عبدالرحمن جامی. جواب شما؟ اخیران جواب. سیدای نصفی. مطمئن هستید؟ تخمین. خب جواب را قبول میکنم. بله قبول کنید. شما این حال در تاجیکستان قرار دارید؟ بله. شادان، میدونید چی؟ شما غمگین نشوید. راه افتادن نشوید. برنامه ما هر روز دوام میکند. هر روز میتونید در بخش سوال جواب زنگ بزنید. ساعت 14:00 آغاز برنامه ما است. لیکن امروز شما میدونید چی؟ خوشبختانه برد کردید. شما فهمیدید؟ خوشبختانه برد کردید. خب بله، جواب شما درست است. مصرع شعری تعلق دارد به سیدای نصفی. خب شما با 3 سوال جوابی درست گردانیدید. راضی شدید. با سوال چهارم نیز جوابی درست گردانیدید و مبلغ 500 روبل رو برد کردید. شادان. خب مبلغ رو من یعنی که شما در تاجیکستان که قرار دارید اینجا زبربانک آنلاین که ندارید، من بعد از
کار یعنی که طریق همون بانکоматایی که یک مرتبه ارسال کرده بودم طریق همون بانکоматها در شماره تلفنت مبلغ رو میگذارونم. درست؟ انا همون نمبری که اون کرد گذرانده بودید و همون نمبر التماس کنید. خواهش میکنم همون نمبر رو یک بار دیگر شما ارسال کنید. قبول؟ قبول. بعد از ساعت کاری حتما من امروز کم ترک راستیگه برنامه ها زیاد هستند. من اینجا امروز نوبتدار هستم، مسئول هستم، کمتر کارم زیادتر است. بعد از برنامه حتما چیز میکنم، مبلغ رو میگذارونم. امروز اگر خطا نکنم بعد از ساعت 10 از جای کار باید برایم. 10 شب وقت مسکو. در شما نمیدونم ساعت 12 میشود. فهمم. خب به هر حال تشکر از شما که اشتراک کردید، موفق شدید امروز. امیدوار هستم که دیگر روزهای زمین گلم موفق میشوید. چی گویم، بچه که نغز هستید از گپ زنیتون، فکر و خیالتون به خودتون است. هرچند کوشش کردم فکرتون رو تغییر دید نتوانستم، یعنی که در فکر خود استوار هستید. همین گونه باشید، همیشه سلامت باشید، موفق باشید. برای زنگتون تشکر شدون. من مبلغ رو به شما میفرستم. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، این کس شادان نام داشتند، از شهر پنجکنتی ولایت سوخت زنگ زدند. یک چند مرتبه نیز زنگ زده بودند، موفق نشده بودند. یک بار یک مرتبه موفق شده بودند، یک چند مرتبه دیگر موفق نشده بودند. مخصوصا دیروزم زنگ زده بودند. بله دیروز زنگ زده بودند لیکن موفق نشدند. و امروز زنگ زدند، شرکت کردند، خوشبختانه موفق شدند. و چی گویم امیدوار هستم که برد میکنند در دیگر بخش نیز، در دیگر بخش های سوال جواب نیز در آینده. شما نیز میتوانید همین گونه زنگ بزنید و با سوال های دیدید چگونه که دیدید. سوال ها بسیار عادی هستند. 4 واریانت پیشنهاد میکنم، یکش رو انتخاب میکنید. اگر ندانستید هم یکش رو انتخاب میکنید، شاید که برد نصیب شما گردد. و مبلغ امروزینه بخش سوال جواب 500 روبل که بود، بعد از برنامه من حتما به شادان میفرستم. در اینجا ما یک نظر کنم، یک لحظه دوستان عزیز، در فیسبوک جواب ها بسیار اومدند. خب مستون رجبوف نویسنده است جورج واشنگتن، بونو توج نویسنده است جورج واشنگتن، بونو توج پامیر نویسنده است. باز بونو توج کیف نویسنده است. بونو توج باز سال 2008 نویسنده است. بونو توج باز نویسنده است با قلم ابوالقاسم فردوسی. یعنی این به فکرم اینها همون جواب‌های سوال‌ها را در نظر دارند و نویسندند. با شما نیز بونو توج با مستون رجب و دیگر رو تشکر که جواب‌های خود رو در کامنت ما میگذارید. لیکن اگر خوب میشود که مستقیما زنگ زنید و خود شما مبلغ رو برد کنید، چون که بعضا جواب‌های شما درست میآید. و زنگ زنید، شما نیز میتونید زنگ زنید و چی گویم، زنگ زنید و در بخش سوال جواب شرکت کنید. چون میبینم در کامنت می نویسید خوبش که زنگ میزنید جواب درست برآمد مبلغ رو برد میکنید. اگر به شما مبلغ این چی میگن همون مهم نباشد، مهم که همراه من هم صحبت میشوید، من از شما شاد میشم، شما از من شاد میشوید، من این رو امیدوار هستم. خب با همتون تشکر دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید. این بخش سوال جواب بود و چی میگویم، گفتنی هستم که آهسته آهسته وقتی اون رسیده است که برنامه رو به انجام رسانم دوستان عزیز. و با یک سرود میخوام برنامه رو به انجام رسونم و گفتنی هستم که همیشه موفق باشید، سلامت باشید. از آنی که ما رو همراهی کردید و همراهی من تا آخر برنامه نفرانی که نشستند و گوش کردید صدای من رو، فکر میکنم دلگرفت نشدید از صدای من و چی بگم، خوشبخت باشید. پگاه باز ساعت 14:00 به وقت مسکو باز برنامه ما و شما، برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما همه روز از ساعت 14:00 به وقت مسکو از روز دوشنبه تا روز جمعه پخش می‌گردد. روز شنبه یک شنبه روز چی بگم پخش نمی‌گردد این برنامه. دوستان عزیز دیگر روزها مستقیما است. عین حال من رو در روی موج رادیوی موجیر مستقیما شنیده ایستادید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب مستقیما طریق ویدیوی آنلاین نواری یعنی که تماشا کردن میتوانید. دوستان عزیز همچنین نگفتن امانت که این برنامه‌هایی که برنامه‌هایی که در رادیوی موجیر هستند تقریبا 90% زیادتر مستقیما پخش می‌گردد. دوستان عزیز به خاطر که چون ما رو همیشه باید شنوید، شما اگر که خواهشتون باشد تلفن موبیلی خود رو میگیرید
پلی مارکت در آمده رادیو موجر می نویسید و پیدا می شود. اون رو در حافظه تلفنتون نگاه می دارید، یعنی که با اگر ساده تر فهمونیم به زبان روسی اسکچت کرده در خاطره تلفنتون نگاه می دارید و هم وقت هم زمان می توانید 24 ساعت ما رو شنوید. وقتی طریق فیسبوک و طریق یوتیوب این فقط ما همین برنامه های ما و شما و برنامه شومی غریبان و جنبست خبرهای روز رو پخش میکنیم. دیگر برنامه های ما کلا مستقیما در موج رادیو پخش میگردد. شما از چون سال پیشرفت تکنولوژی است، همه رادیوها عین حال به رادیوی آنلاین اینترنتی پیوست شدن. ما نیز عقب نماندیم، با رادیوی آنلاین اینترنتی پیوست شدیم و از طریق پلی مارکت در اومده رادیو موجی رو اسکچت میکنید، یعنی که در حافظه تلفنتون نگاه میدارید و همه وقت میتونید که ما رو گوش کنید 24 ساعت مستقیما. هر ساعت در روی موج رادیو موجر برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما پخش میگردد و تنها ما ساعت 18:00 به وقت مسکو شرح جنبسته خبرها رو در فیسبوک به نوار میمونیم. دیگر ساعت ها ما مستقیما فقط در روی موج رادیو دیگر برنامه های هم رو پخش میکنیم، لیکن نه در فیسبوک. خب دوستان عزیز، در آینده نیز بهر آینده گفتم نفرانی که خواهششون باشد مرحمت میتونند اسکچت کنند و گوش کنند، ما رو 24 ساعت همراه ما باشند. خب با همه تشکر میگم نفرانی که ما را همراهی کردن، شنیدن، سرود درخواست کردن، نفرانی که زاد روز داشتن مبارکشون باشد، نفرانی که سنه و جشن‌های فرخنده دارند بگذار همین گونه شاد و خوشحال باشند و نفرانی که ما را همراهی کردید من همیشه با شمایم، فراموش نکنید و شما نیز با ما باشید. پگاه ساعت 14:00 به وقت مسکو باز برنامه فرنگی فراغتی
радиои муҳоҷир. Телефон барои тамос 8965 151 0410. اطلاعات صحیح، شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعات خبر. همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید؟ پس می‌توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیوی مهاجر، بگذار تا بگوید.